با من چیکار کردی؟ چه صافت اشغال؟ اقبال پا قشنگه. خدا تعالی اسمت گوشم هم نخورده. پا قشنگه رو پیدا کرده. تو واقعا کی هستی؟ بعد اینکه شما رو گرفتم، بعد 2 هفته دوباره اومدن سراغ من. به جرم اجتباه تبانی و تبلیغ علیه نظام منو گرفتن. فقط میخوام کمکم کنید ببینم خودشه یا نه. که پاقو را زر آورده اینجا. گلی یه لحظه باز کن دیگه اینا. خیلی خوب، اول باید مطمئن بشیم تنها کسی که میتونه بگه خودش ایرانه حمیده. چند نفر مگه توی این شهرن که پای راستشون تو همونجا مسئول باشه؟ حق نداره بهش دست بزنه. تا وقتی نگفته اقبال کسی حق نداره دست. خسته نباشیم. من کارم عکاسی و فیلمبرداری از عروسیه. اومدیم اینجا 2 تا عکس بگیریم میریم سریع. اینجا؟ آره ویو به این قشنگی. کجا بره؟ زندگی منو به گو کشیده، حالا هم بره. من 1-2 نفر می خودش یعنی دست بردار نیستم. واقعا که ولی اگه اونا با خشونت با ما برخورد کردن، ما هم باید با اونا با خشونت برخورد کنیم. به این 5 دقیقه وقت بدین هممون رو اعدام میکنه. از صبح که دیدمتون فهمیدم یه دونتون این کاره نیستیم.